ما چی کردیم؟ چی از این خونه رو میبینید؟ این خونه که الان ما در قزوین در دوره صفوی به بعد یک شاهنشین و 2 اتاق مجاورش، اینجا خونه آقای شیخ مرتضای شهیدی بوده. نه اونور بزن تمام شده تو پایین ساده بود بریم ها جلسه جایز گرفتم بخوام نامانم نباشه من بخواه ایست بگیرم این نخندید ما خند
ما چی کردیم؟ لیلا بخوای یه در پایین رو باز کنم برات میری پایین یا نه؟ پایین چیه؟ آتیش روشن کن. از اعاظم خاندان شهیدی استاد علی شهیدی در خدمتشون هستیم که الان تشریف میارن اینجا. ما شاید هم از فیوزات ایشون بهره لازم رو ببریم. عرض کنم که این خونه که شما حالا بخشی از این خونه رو میبینید، این خونه که الان ما در واقع این جبهه در واقع به نوعی شمالی یا شمال حالا شرقی رو در اینجا میبینید، این در واقع فضای بیرونی خونه است. خانه های در واقع قزوین در دوره صفوی به بعد دو فضای اصلی و فرعی داشت. فضای اصلی فضای اندرونی بود و فضای بیرونی که مربوط به البته خاندان‌های متمول و اشرافی بود یک فضای بیرونی هم داشت و این فضای بیرونی مخصوص رسیدگی به امور در واقع مراجعان و میهمانان بود. این بخشی که شما میبینید و یک شاهنشین و دو اتاق مجاورش و یک البته بالاخانه‌ای که هست و یک زیرزمینی مربوط به فضای بیرونی خونه امام جمعه است. یک فضای اندرونی هم داشته است و یک حمام مفصلی که در جبهه غربی بوده. در جریان توارث اینها از بین رفته و ما الان سراغی از اینجا نداریم. اینجا خونه آقای شیخ مرتضای شهیدی بوده که در واقع در مقطعی امام جمعه قزوین بوده. خیلی کوتاه اشاره بکنم که از دوره صفوی و ویژه دوره سلطنت شاه اسماعیل اول ما مسئله نماز جمعه رو در ایران داریم. پیش از اون البته نه اینکه نبوده باشه، ولی
اهل تسنن به ویژه شافعیان خیلی مقید به برگزاری نماز جماعت در همه بلاد و قصبات و اینها نبودند. اما در دوره شاه اسماعیل اول با اقدامی که علمای شیعه کردن، در واقع نهادی به نام نهاد نماز جمعه در ایران پا گرفت و فراگیر شد و معمولا کسانی که منصب شیخ الاسلامی رو داشتن، شیخ الاسلامی یک منصبی بود که در واقع عنوان نماینده شرعی شاه تلقی می شد، مسئول امور شرعیات و اوقاف و امور طلاب بود و این شخص با حکم مستقیم شاه منصوب می شد. معمولا هم امام جمعه همون کسی بود که شیخ الاسلام بود. خب در قزوین خاندان شیخ الاسلامی که یک خاندانی بودن از جبل عامل لبنان، اینها سالیان طولانی در قزوین منصب شیخ الاسلامی در دوره قاجار بر عهده داشت. این منصب که البته بعدها ما شاهد این بودیم که افرادی مثل ملا فیض کاشانی با حکم شاه عباس امام جمعه شدن، اما در حالی که اینها منصب شیخ الاسلامی رو نداشتن. آرام آرام این بین منصب شیخ الاسلامی و منصب امام جمعه فاصله افتاد. بعد از فروپاشی حاکمیت صفوی ما و در دوره زندیه، در دوره افشاریه، شاهد در واقع یک گسستی بین این دو نهاد شدیم و در ادامه در دوره قاجار تقریبا ما شیخ الاسلام ها دیگه عموما امام جمعه نبودن. بعد از ترور ملا محمد تقی برقانی قزوینی که من مفصلا در یک برنامه گذشته توضیح لازم رو در مقبره ایشون در مسجد مقبره شهید در خیابان سلامگاه محله دباغان دادم دوستانی که تشریف داشتن. بعد از ترور ایشون با فرمان شاه ما شاهدیم بودیم که فرزند ایشون آقا محمد به عنوان امام جمعه قزوین منصوب شد. این سمت امام جمعگی از دوره قاجار موروثی شد در خاندان شهیدی. میدانید خاندان شهیدی سه در واقع خاندان هستند که همه منسوبن به یک خاندان بزرگ. خاندان شهیدی که منسوبن به شهید ثالث ملا محمد تقی، خاندان صالحی منسوبن به ملا محمد صالح و خاندان علوی شهیدی هم داریم که منسوبن به منسوبن به کی آقا؟ علوی شهید، ملا علی علوی شهیدی، که حالا البته استاد که ما در منصرشون هستیم استاد علی صالحی شهیدی منسوبن به هر دو خاندان، یعنی خوشبختانه ایشان دو سویه چیز هستند و خواهش. ولی به هر جهت عرض میکنم که این خاندان به مدت حدود 140 سال تا سال 1360 امامت جمعه قزوین رو بر عهده داشتند. 6 امام جمعه در این مدت بود که آقا میرزا عبدالله شهیدی آخرین امام جمعه قزوین تا سال 1160 بود که بعد هم با حکم رهبر انقلاب در سال 1160 آیت الله هادی باریکبین به این سمت منصوب شدند و اون موروثی بودن خاندان شهیدی در بحث امامت جمعه از میان رفت. حالا ما در فضایی که هستیم که فضای در واقع زیست و اقامت آقای آیت الله عاشق مرتضای شهیدی هست، این فضا یک فضای بسیار بزرگی بوده. الان اون فضایی که شما ملاحظه میکنید یه فضای تقریبا 1/4 اون فضای اصلی. در جبهه غرب این فضا ادامه داشته. یک حمام ایشون داشته که این حمام در واقع حمام سرخانه بوده، اما حمام نسبتا بزرگی بوده که ایشون 5 روز هفته رو در واقع یه دری هم به سمت همین کوچه‌ای که الان ما خواهیم رفت
به سمت بقعه امامزاده سلطان سید محمد باز میکردن و در اختیار مردم بوده. یعنی این حمامی که برای خودشون احداث کرده بودن، اما این حمام در 5 روز هفته در اختیار مردم بوده و مردم ازش استفاده میکردن و ارتباط بسیار نزدیکی بین آشیخ مرتضی و مردم بوده و به طور کسانی که ما حالا نسبت به تاریخ شفاهی در دهه 60 من وقتی صحبت میکردن از اهالی محله آخوند میگفتن ما هر کار کوچک بزرگی داشتیم به ایشون مراجعه میکردیم و بالاخره امام جمعه هم بودن، فرد صاحب نفوذی هم در دستگاه حکومتی بودن و اما به هر جهت شاید موقعیت گذشته امام جمعه ها رو نداشتن، گرچه یک در زمره لیست وظیفه بگیران یعنی حقوق بگیران حکومت هم بودن، اما به هر جهت اون نفوذ قبل رو نداشتن. اما ایشون شخصا به لحاظ شخصیتی صاحب نفوذ فراوانی بود، کار مردم رو راه می‌انداخت. ضمن که یک وجه دینی هم برای این مسئله غلبه داشت. این خونه رو در قزوینی ها در محله آخوند میگن خانه طوق در آورا. قصه طوق چیه؟ اولا طوق چیه؟ طوق به هر سرنیزه‌ای اون یا که در واقع اون نوک پیکان سرنیزه رو اونو میگن طوق. حالا طوق در اصطلاح ادبی به هر چیز مدوری گفته می شود که اگر شما کفتر طوقی را هم دیده باشید یک هلالی در گردنش هست. یک چیز خدمت شما عرض کنم که اینی که یا طوقی میبندن به پای کفترها که اشتباه نشود. اما اینجا طوق به معنای یک سرنیزه است. اینجا زمانی که آقا عبدالله افشار بزرگ خاندان یا ایل افشار در قزوین در مجاورت این خونه زندگی می‌کردند، ظاهراً در دوره صفویه یک تیغی یا یک سرنیزه‌گونه‌ای که گفته می‌شده از متعلق به سر نیزه امام حسین علیه السلام بوده باشد در اختیار تکیه افشاری ها در قزوین بوده. بعد هم به آقای میرزا عبدالله افشار میرسه. ایشون چون در واقع دخترشون رو به همسری آقای آشیخ مرتضی شهیدی در واقع در آورده بودن، بعد از مرگ ایشون این طوق یا سرنیزه در اختیار خاندان شهیدی قرار گرفت. این طوق حدود 50 سانت، در دو سویش 2 تا مهر در واقع بیضی شکل داره که یک طرفش نوشته شده است امام حسن، یک طرف امام حسین. اینو مرحوم گریز مفصل توضیح داده. منم یک مقاله این در تو آیین‌ها و آداب قزوینی ها در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی دارم. تو سرچ کنید توی گوگل میاد، بزنید ققنوس سلیمانی آیین‌ها و باورهای عاشورا، اونجا میتونید مطالعه کنید. من مفصل توضیح دادم اونجا. این طوق رو خدمت شما عرض کنم که می آوردن اینجا. کنار اینجا ما یک کاروانسرای داشتیم، تقریبا همین جایی که مغازه‌ای بود که مجاور اینجا تو این گرد محله یک کاروانسرایی بود به نام کاروانسرای محمد حسن یزدی. این کاروانسرای حاج محمد حسن یزدی این در واقع خاندان شهیدی به علاوه اون بابا شمل‌های قدیم و لوطی‌های قدیم می آمدن صبح عاشورا این تیغ رو که داخل جعبه نگهداری میشد و این سرنیزه رو می آوردن میبستن برای یک چوب 7-8 متری که هرچی جلوتر میرفت این چوب باریکتر میشد. خب این سرنیزه سنگین بود، این رو میبستن می آوردن بالای این پشت بام کاروانسرا. این هیئت‌های عزاداری هم که می آمدن اونجا رد بشن، این تیغ به گونه این وقتی بلند میکردن، خب این تیغ سرنیزه سنگین بود و این چوب هم نازک، این گویی که تیغ در حال فراره، یعنی ارتعاش پیدا میکرد و حتما این فردی که اونو میگرشه باید حتما زور بازوی داشته باشه. این یه حسی از جنبش ایجاد میکرد که این گویی این تیغ آرام و قرار نداره، امروز عاشوراست. یک هیجانی بین مردم ایجاد میکرد این قصه و فریاد شاه حسین وای شاه حسین سر میدادن که یک هیجان عجیبی رو ایجاد میکرد. بعدها که در واقع این برنامه از زمره برنامه‌های بعد از آشیخ مرتضی یواش یواش این برنامه ور افتاد،
تیغ رو می آوردن عصر تاسوعا، این تا زمان کرونا بود، عصر تاسوعا می آمدن اینجا داخل یک تیغ رو داخل تشت آبی می ذاشتن و افراد می آمدن اینجا صف می کشیدن در اون اتاق در واقع غربی، اونجا اون پیالهشون رو می زدن داخل اون لیوانشون رو می زدن داخل اون آب که تیغ داخل اون بود و نظر تبرکی می خوردن. حالا این قصه این تیغ هست. پس این خانه طوق در آورا یه وقتی شنیدید ماجراش این است که عرض کردم. حالا شما الان که ما این نکات رو گفتیم برای اینکه فرصت نیست، در ذهن من مطلب زیاده اما الان فرصت نداریم، از اون درب غربی میتونید برید داخل شاهنشین رو بازدید کنید. این توضیح رو قبل از که دوستان بوده به نام آقای بامداد خمار نوشته نوشته بر اساس رمان خانم فتانه قاصد جوادی که ایشون هم قزوینی هستن. اینجا دستکاری شده فضا، یک در واقع ترمه های به دیوار چسبوندن، اون ترمه ها ربطی به این خونه نداره ها، اینو عنایت کنید. اونا الحاقاتی است که اونا اضافاتی است که انجام دادن برای اینکه کار خونه هنوز در مرمت نشده و خونه در اختیار سازمان نوسازی بهسازی شهرداری است که من اینجا از آقای محمودی ریاست این سازمان هم تشکر میکنم، از دوستانمونم که همکاری کردن